خانم دکتر، من تو دوره پریودم خونریزیم خیلی زیاده، تبم هم گرمه. چی کار کنم که خونریزیم کم بشه؟ عزیزم 4 تا راهکار بهت میگم که فوری خونریزیت قطع بشه. اول اینکه چون تب خیلی گرم داری و مثل این کویر خیلی تبت گرم و خشکه، سریع آب سرد بگیر. دوم اینکه دوش آب سرد بگیر. دوم اینکه گیاه حنا و گیاه جنتانیا رو مخلوط کن و کف پا چپ‌ها بمال و بذار 2-3 ساعت بمونه. راهکار دوم، سوم و چهارمش هم کپشن رو حتما ببین و کلمه خونریزی رو برای من ارسال کن تا وایسش رو برات بفرستم، چون باید حتما آموزشش رو ببینی. من ماما سجادی هستم. اگه شما هم مشکل زنان، فیبروم و میوم و کیست و آندومتریوم و یا اسگی زوزه تنبلیتون و تمام مشکلات زنان دارین، پیج من ماما سجادی رو حتما دنبال کن و کلمه مشاوره رو برای من کامنت کن. تاکید میکنم پیج ماما سجادی، کلمه مشاوره رو برای من این زیر کامنت کن تا من تمام مشکلات زنانت رو کمکت کنم. این پست رو بفرست برای تمام خانم هایی که خونریزی خیلی زیاد دارن.